سلام به دوستان عزیزم. امروز کوتاه کردن مچی جاکت کانوایی رو بهتون آموزش میدیم. اول آستین رو اندازه میگیریم 10 سان. باید اول از سرشونه قیچی بزنیم چون جاکت کانوایی رو از آستین نمیشه کوتاه کرد و باید از سرشونه کوتاه کرد. 10 سانتو از سرشونه قیچی میکنیم. 10 سانت کامل 10 سانت رو قیچی نمی کنیم، باید 8 سانت قیچی بشه، 2 سانت هم برای زیر استفاده بشه. 8 سانت رو با اندازه گیری قیچی میزنیم. بعد برعکسش میکنیم لباسو. وسط کار رو علامت میزنیم، با دست میگیریمش و آستین رو اونم وسط کار رو مشخص میکنیم و زیر دوخ میزنیم. کار رو زیاد نمیکشیم چون کشباف خودش کش میاد و آستین رو خراب میشه. با دقت کار رو بدونه که کش بیاد میدوزیم. تموم شد. آستین بعدی رو